الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران اهل اسلام و خواهران مهربان. امروز میخواستم صحبت داشته باشم درباره انسان عاقل و ذکی و اینکه انسان به عقل و احمق. یعنی انسانی با عقل و ذکی کیه یا اینکه انسانی احمقی به عقل کیه. شاید ما و شما سوال کنن که انسان به عقل کیه. ممکن ما و شما بگیم فلان انسان برای چی فلان انسان؟ برای آنکه اون انسان منصب داره، او وظیفه داره، یعنی که اون انسان صاحب مال و ملک دنیا، خانه های زیبا داره، یعنی که ماشین های هر رنگه داره. نه برادران، نشانه عاقل بودن انسان یا که ذکی بودن انسان در مال و ملک یا اینکه منصب نیست. کدام انسان دیدی که منصب داره او را در آنها را بگو که او انسانی به عقل ترین همون انسانه. انسانی به عقل و ذکیه پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه پیش 1400 سال پیش فرمودن که اعوذ من الشیطان الرجیم الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. یعنی که نگاه کنه پیامبر اون کیا گفت با عقل یا اینکه ذکی همون انسان هست که چیکار میکنه؟ نفس خودش محاسبه کرده. یعنی که نفس خودش بگیم که کنترل میکنه، لجام زدگی نفس خودش. فهمیدی؟ و عمل لما بعد الموت و عملهای ذخیره میکنه، بگیم در نامه اعمالش که چیکار میکنه؟ فایدهش میبره بعد از مردن. یعنی که در قیامت او کارو فایدهش میکنه. همین انسان ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت انسانی عاقل و ذکیه. برای چی؟ یا که پیامبر صلی الله علیه و سلم که او با عقل به خاطری که عملهای ذخیره میکنه که چی روز قیامت فایدهش میبره. این انسانی به عقل میدونه که الله سبحانه و تعالی میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والآخرة خیر و ابقا. یعنی الله میگه آخرت برای شما چی؟ خیر و باقی مانده تر. یعنی که این آخرت که برای شما چیه؟ خیره. الله میگه به هم خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که این به عقل انسان میگه میدونه که دنیا اندکه 50 سال 40 سال 30 سال ما و شما خواهیم نخواهیم این دنیا میگذریم. این دنیا دنیای امتحانه. لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله میگه امتحان میکنه شما رو که کدام شما بهترین عمل دارید. انا میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت به عقل. برای چی به عقل؟ به خاطری که میدونه که دنیا ابدی نیست، میدونه همیشه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث همچنان انسان به عقل بگه انسان احمق هم گفت که والعاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى علی الله. یعنی گفت که پیامبر انسانی به عقل و انسان احمق کیه؟ احمق کسی هست که انسانی به عقل کسی هست که پیروی میکنه هوا و نفس خودش. یعنی نفسش چیزیه که دوست بداره میشه پیروی میکنه. نفسش دوست میداره که حق یک مسلمان رو بخوره، میره حق یک مسلمان رو با راه دوزی باشه، با یک راه شیطانی باشه، چیکار میکنه؟ حقش میگیره میخوره. یا اینکه نفسش دوست میداره که همین نماز نخونه، همین نماز چیزی کنه، همین چه نفسش دوست میداره. یا اینکه نفسش دوست میداره که یک از غیبت کنه، یا اینکه نفسش دوست میداره که دیگه زنا کنه، یک کنه. میگه احمق به عقل همون انسانه که پیروی نفس خودش میکنه. و تمنى علی الله. میگه اگه این به عقلی شبین پیامبر میگه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه این احمقی این انسان میگه نفس خودش در دنیا پیروی کرد، با میگه تمنى علی الله، با میگه که آرزو داشته که الله داخل جنتش بره. یه میگه پیامبر میگه تا احمقی. بله برادران، باشد که الله سبحانه و تعالی ما را از پیروی گروه احوالش کنه، یعنی انسانی با عقل و ذکی کنه.
و ما و شما را داخل جنت الفردوس کنه. در حق ما دعا کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.